سلام بینندگان گرامی، خبری خوشحال کننده ای دارم. خوش آمدید به کانال من. نام من منوچهر کوهستانی. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Manouchehri. Wir lernen Deutsch. خوب برادرای عزیز گرامی، نفرانی که از من سوال کردن خواستن که میخواهند زبان آلمانی بخونن، امروز شما میتونین که با منوچهر کوهستانی زبان آلمانی را شروع به خواندن بکنید. خوب، شروع میکنیم از صبح بخیر. صبح بخیر با زبان آلمانی میشود Guten Morgen. Guten Morgen. دفتراتو بگیرین، روچکاتو بگیرین، نوشتن سر کنین. Guten Morgen. G U T E N. Guten M O R G E N. Guten Morgen. وقتی که صبح شید، صبح دمید دیگه میتونیم که Guten Morgen بگیم تا ساعتهای بگیم که نه یا که نگاه کنیم به سیتواسیا. خوب. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. G U T E N. T A G. Guten Tag. روز بخیر. مثل سلام علیکم میشه که استفادهش ببرید. ایره دیگه بعد ساعت 9 میتونین که بگین Guten Tag. یا که در یگان جو به یگان نفری مثلا آشناس باشه دیگه خطشکه بزنین دیگه Guten Tagش میگین. خوب. Guten Abend. چیزی که در موقع زیاد استفادهش نمیبریم. Guten Abend. یعنی که بگاه بخیر. ایره در وقت میگین که افتار شیشت و دیگه شب نیستک. افتار شیشت اما شب میشه که یعنی که یگان آدم خوراو نباشه میشه که بگویش که Guten Abend. یعنی که ساعت 19 یا که ساعت 20 رفته است یا آدم میخواد که یگان جا استراحت بره که یگان چی میگویش Guten Abend میگویه یا که خطیش مثلا صحبت کنی میخوایی دیگه. خوب. Gute Nacht. شما در اینجا میبینین که Gute Nacht به خاطر چی که همین های اینش نیستک، به خاطری که دی نخت هر جایی که دی نخت اومد ما میگیم Gute Nacht مثلا، یعنی که ای دی ای دیگراش دی ان. خوب برادر عزیز گرامی، این اولین درسی ما بود کوتاه و Gute Nacht. وقتی که انسان خورایی میره میگویش Gute Nacht. این درس کوتاه به خاطری که همیشه یک درس شروع کردن یک کار شروع کردن مشکل است. به همون خاطر ما در همین فکر آمدم امروز کلی روز فکر کردم که چیکار بکنم که برای ملت عزیز من خدمت بکنم. خوب برادر عزیز گرامی، اولین چیزی که من از شما میخوام با روزها زبان آلمانی را نخوانید. به خاطر چی؟ به خاطر تلفظش خیلی بده و روزها در زبان خارجی خیلی ضعیفن. ان شاء الله به امر از خداوند گفتم گفت نغلطه گفته موعوین. کوشش میکنم که در یک هفته یا که در 2 روز در 3 روز یک ویدیو بکنم برای شما دنگل بکنم که کم یاد بگیرین. کم یاد بگیرین، یعنی که بشنوین یاد بگیرین دیگه. برادر از گرامی فراموش نکنین подписать سره، فراموش نکنین پدیلیت سره، یعنی با دیگران رسوندن. من انشالله باوری دارم که هر یک تاجیکی که این درسای من را میشنوه کوشش به خوندن میکنه، به خاطری که یگانه درس و علم میتونه که ما را از جاهلیت نجات بده و باعث پیشرفت تاجیکا بشه. اگر 10,000 تاجیک هر سال خوندنی بیاین به آلمان و بگردن به تاجیکستان بروند، انشاءالله که در دوام 10-15 سال دولت ما پیشرفت میکنه. خدا حافظ برادرای عزیز گرامی.